اسم امیدالله ولد محمود ایوب، باشنده شهر طالقان. وقتی که امارت اسلامی آمده بود، یک دعوای دکان داشتم در محکمه فهمید شهری طالقان. وقتی دعوا را فهمید پیش بردم، محکمه شهری دعوای ما را فهمید عادلانه فیصله کرد و محکمه مرافعه روان کرد. محکمه مرافعه آن دعوای ما را فیصله کرد، عادلانه روان کرد در اداره حقوق. اداره حقوق هم دعوای ما را عادلانه فیصله کرد، روان کرد در مدیریت حقوق شعبه تبدیل. آمر صاحب تبدیل فهمید تبدیل کرد، دکان برای ما تسلیم کرد. ای وقتی که فهمید آمر حقوق در اینجا که حضور پیدا کردن، دیگه بسیار آدم نیک، آدم خوب است. دیگه تشکر زیاد پیش میکنیم که هم دوستی ما را خوب فیصله کرد، عادلانه فیصله کرد. ما تشکری میکنیم امارت اسلامی